لباس ملی یک جزء فرهنگ ملت به شمار رفته یادگاری از اجدادانمان است که در طول قرنها شینمی و زیبایی‌اش را گم نکرده است. باعث خوشنودی است که سالهای آخر توجه رهبریت مملکت به احیای هنرهای مردمی، تشویق و ترغیب لباس ملی، رشد و انکشاف دادن آنها در بین مردم و به این وسیله با جایهای کاری تامین نمودن زنان و دختران زیاد گردیده است. در مؤسسه دولتی مجمع فرهنگی قلعه خوجند دور ولایتی فستیوال جمهوریوی صدرنگ چکن برگزار کرده شد. فستیوال مذکور در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که از 2 ژانویه سال 2025 تصدیق شده است دایر گردید. برگزاری فستیوال یکی از تدبیرهای گرامی داشته ارزش‌های اصیل فرهنگی بوده، آن به ترغیب و تشویق لباس ملی، بلند برداشتن مقام و منزلت نقش و نگار، سوزنی‌دوزی و گلدوزی متاح‌های ملی، نمایش دادن هنری والای طراحان و هنرمندان وطنی روانه می‌گردد. باعث افتخار است که بانوان و مادران تاجیک لباس ملی چکن و اطلس و ادرس و گلدوزی قدیمه را با رعایت عنعنه‌های تاریخیش به بر کرده ارزش‌های ملی نیاگان را پابرجا نگاه می‌دارند و به آن ارج و احترام می‌گذارند. با اقدام نجیب دوربینانه و آینده‌ساز پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای بلند برداشتن مقام و منزلت نقش و نگار، سوزنی‌دوزی و گلدوزی متاح‌های ملی، نمایش دادن هنری والای طراحان و هنرمندان در جلسه 13 کمیته بین حکومتی عاید به حفظ میراث فرهنگ غیرمادی یونسکو در شهر پورت لوئیس جمهوری ماوریک نامینه چکن هنر گلدوزی در جمهوری تاجیکستان از جانب این سازمان رسما برای خط میراث فرهنگ غیرمادی بشریت وارد گردید که جایزه افتخار مردم سربلند و فرهنگ سالار تاجیک می باشد. محض همین غمخواری ها و رواج دادن هنرمندی در مملکت بود که صف هنرمندان و چیره‌دستان سال تا سال زیاد شده، نوآوری و ایجادکاریشان افزون و سطح زندگیشان شایسته گردیده است. چکن این یکی از هنرهای قدیمه می باشد و با دستور سفارش های پیشوای معظم ملتمان چکن برای خط میراثی فرهنگ یونسکو وارد گردید. این هم باشد باعث افتخار ما هنرمندان می باشد و امروز من غالب آزمون دوره ولایتی صدرنگ چکن کردم و جایهای نمایان را اشغال کردم و در آینده می خواهم باز هنری خود را رشد سایقل دهم و دخترکان نازکای انمی هنری خود را آموزم. در فستیوال مذکور بانوان صاحب هنر، چکندوزان ماهر و طراحان خوش‌ذوق، کشیده‌دوزان و سوزنی‌دوزان ماهر محصول دستان خویش را نمایش دادند و گلدختران محصول دستان آنها را با شوق و ذوق به بر نموده با چکن و کرته‌های صدرنگ گلببر خویش صحنه را شهامت خاصه بخشیدند. اشتراکداران و اعضای حکمان به محصول آفریده‌های هنرمندان و طراحان ولایت بهای بلند دادند. فستیوال از روی شرط‌های نمایشی لباس‌های قدیمه، کودکانه، ایدانه و روزمره و رسمی و سوزنی‌دوزی صورت گرفت. گلدختران و دسترویکان با لباس‌های چکن و اطلس و ادرس زیبای و شینم که یکی از دیگر پسندیده‌تر و نقش و نگاری به خود خاص داشت، محصول دست زیاده از 30 هنرمندان و طراحان چیره دست را نمایش دادند. در فرجام از روی 6 شرط‌های فستیوال غالبان معین گردیده به دور جمهوریوی فستیوال راه یافتند و قدردانی کرده شدند. باعث افتخار است که هنرهای مردم تاجیک که تاریخ قدیمه دارد از عصر به عصر آمده و از نسل به نسل می رود. دور جمهوریوی فستیوال صدرنگ چکن و نمایش فروش محصولات نقش‌دوزی و سوزنی‌دوزی چکن 5 مارس سال روان در پایتخت مملکت شهر دوشنبه جنبست می گردد. سایحونه حیدرزاده، شاعر مبین‌زاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار.